استاد خیلی خوشبختم که با شما هم صحبت شدیم. به حد قریب یک سال شد ای رمضان گذشته برنامه شما را گوش میکنیم، خیلی علم زیاد گرفتیم. 22 سال دارم. استاد عزیز رحمت به شما. نام اکای من هم سهراب است. خیلی شدم که با شما هم صحبت هستم و یک سوال داشتم. همین کسب دکتری یک نپراولینگ دارد، خیروگی دارد. همین کسب خیروگی در دین اسلام جایز است یا نه؟ بله جایز است. این کسب میخواستم نظر شما را درباره ابو علی ابن سینا بفهمم که برای که چند کس میگویند که ابو علی ابن سینا مقصد از دین بیرون شده است، یعنی که او را با کفر کرده است. پیغمبر بگواریا همه نظر شما را در همین باره و یک کم در دفاعیت ما میخوام فکر گپ زنم که برای یگام دارو استحصال کردن اول همون دارو مقصد در چند نمودی حیوان ها مقصد تجربه میگذارونن. نو دکترها مقصد همون آدمایی که وای میکنن همه از نظر اسلام جایز است یا که نه؟ برای که موشها یا که دیگه چیزای بیام جان دارن کو باید یک خیلی همون دارو پارالیچ میکنه مقصد ایسوس خیلی برای هم جان داره. اصلا از نظر اگر که آدمای بدین هم بگیریم باید چی میکنن؟ پروتست میکنن برای همین چیزا که نکنین، اکسپریمنت نت животными чтобы запрещено باشه. از نظر اسلام ما خواستم در این باره بفهمم از شما استاد عزیز حضور رحمت با نظر شما را با درباره ابو علی ابن سینا با درباره خیروگی حضور رحمت ما میبرم استاد. خب علم جراحت طبی این علم خوب است و این در زمان صحابه ها بود. یکی از صحابه ها وقتی که به یک جنازه به قبرستان فرامد، وقتی که میت رو به قبرستان گذاشت پایلوش در آمد که از زیر پاش یک میکروب در آمد و طبیب ها بعد اینکه پاش به بیماری گرفتار شد گفتن پایت رو میبریم. اون وقتا حالی نارکوتیک نبود، یعنی مخدر، مواد مخدر، تخدیر یعنی کرخ کننده. اینا بعد آمدن چنگیزخان آمد به دیار مسلمانات، یعنی تقریبا سالهای 600 هجری نارکوتیک مسلمانان شناختن دانستن. تا وی نبود. بنابراین گفتن که از این نوش. گفتین چی است؟ گفتن که خمر یعنی عرق. قال اعوذ بالله، من با الله تعالی پناه می طلبم. پاشو باید می بریدن جراح ها. بعد گفت که بل اذکر الله، بلکه من الله تعالی رو ذکر میکنم، شما بریدن گرید یعنی من عرق نمی نوشم. برای تخدیر هم ننوشیدن، یعنی نبود اون وقتا. و از نگاه شریعت بله تخدیر اجازت است، یعنی آدمی که جراحت میکنیم و یا پوستش میبریم یا گوشتش میبریم یا درونی اعضاش میکشویم و یگان رگی اضافگی یا یگان چیز بریده میپرتویم و یا برای درد نچشیدنش نرکاس دادن ممکن است. و نرکاس اگر چیزی حرام هست و پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن که شفای امتی من در چیزی حرام نیست. درست است که ما به شفا نگفتیم. و نرکاس ماندن مکتیب شفا نمیاد. نرکاس فقط برای سبب کردن درد و این برای ضرورت است. چون که اون دردهای است که مثلا استخوان بریدن، حتی همین برادر پاش بریدن میگوید اگر چی نرکاس دادم من درد حس کردم، یعنی بریدناشون حس کردم، دردم حس نکرده باشم، این بریدنی آواز استخوان شنیدم و حس کردم که اینها پای بریده ایستادن. مواد مخدر برای جراحت درست است، بله این کسب خوب است، این آدم‌های نجات می‌دهد. الله تعالی میگه که من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا، کسی که سببی حیات یک آدم شود گویا که به تمام مردم زنده کرده است، تمام مردم حیات به سبب شده است. من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا.
ما برای بنی اسرائیلی ها نوشتیم، یعنی تقدیر کردیم که کسی که یک آدم اگر به قتل رساند فکأنما قتل الناس جمیعا، گویا که تمام مردم به قتل رساند اگر ناحق یک آدم به قتل رساند. و من احیاها در دمشق کسی که یک آدم زنده کنه به معنی که از مرگ نجات دهد، سببی نجات یافتنش از مرگ شود، گویا که تمام مردم از مرگ نجات داده است. و خیرورگ ها غالبا به این سبب میشن، یا عضو زیادتی میبرن، یعنی چیزی ضرر آور، ماده ضرر آور از بدن آدم دور میکنن. بنابراین علمی جراحت علمی خوب است، علمی نافع است. علمی طب عموما علمی نافع است، علمی فایده‌ناک است. اما ابن سینا ما گفتیم در صحبت گذشته که آنهایی که کافر گفتن هم مسلک های خودشون است، همون فیلسوفا بودن، اونها هم قریب ابن سینا و نزدیک بودن، و لیکن ابن سینا کافر گفتن و درست هم گفتن. اما در علم طب واقعا یعنی امام بود، پیشوا بود. بنابراین قول بعضی علما کاش فقط علم طب می نوشت و به علم طب گپ میزد، به علم عقیده کاردار نمیشد، در عقیدهش منحرف بود.